حداقل 1450 کودک افغان در علیحدگی بدون عائله‌هایشان به آمریکا سفر کردند. در میان شهروندان افغان که به هنگام تصرف طالبان این کشور را به آمریکا سفر کردند، دست کم 1450 کودک دور از عائله‌های خود هستند. وزارت تندرستی و خدمات انسانی ایالات متحده آمریکا چنین گزارش داده است. بیش از 100,000 افغان پس از تصرف طالبان در ماه آگوست سال گذشته به آمریکا فرار کردند. مقامات آمریکایی میگویند برخی از کودکان در آمریکا با سرپرستان یا خویشاوندان دور و نزدیک به سر میبرند، ولی حدود 250 کودک در بازداشتگاه آمریکا باقی مانده‌اند. هنوز معلوم نیست که این کودکان امکان دوباره به خانواده‌های خود برگشتن را دارند یا نه. برخی از کودکان در یک فضای بی‌سر و سامانه از کابل کوچانیده شده از خانواده‌هایشان جدا شدند. برخی دیگر در یک حمله تروریستی در فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی خانواده‌های خود را از دست دادند. بیننده گرامی شبکه نجم تیوی، اگر شما تا حال به شبکه ما آبونه نشده اید، شما را به آبونه شدن و پخش نمودن نوارها دعوت می نماییم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نوارها را به دوستانتان فرستید.